سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم بعد مدت دوباره ویدیو بگیرم و فردا ویدیوی گیم پلی داریم. یه اسکوادیم بالاخره گیلدمونم برگردوندیم به اسم مونیکس وایتی. این چیه خود ای هزار بده ای هرون بله داشتم میگفتم اصلا بالاخره گیلدمونم دوباره از ولده خوابید درش آوردیم. الان اسکواد داریم برای فردا گیلد وارز. قراره چندین گیم پلی براتون بگیرم و بچه ها داستان اکانت هم اینه که اکانت هم گذاشته بودم بریم فروش. خواستم یه اکانت جدید بگیرم، هم یه پولم بزنم روش، یه اکانت خواستم بگیرم که باش براتون ویدیو بگیرم. بعد اونو زدن تبرش کردن. بعد الان من فعلا روی این اکانت هم، این الان اکانت دیگه ای ندارم. اکانت دوستان هستن بعد اون باشه پلی میدم، ولی در کل اکانتی الان ندارم. فعلا با همین پلی میدم. یکی من اومدم لان وولف که فقط ویدیو گرفته باشم، چون بعد یک ماه فکر کنم ویدیو نگرفتم. ساختم این دستی که هم بازی کنیم. چون فردا هم قرار بریم تو ریجن گیلد وارز. بالاخره برای اولین بارم میخوام برم. فکر کنم فعلا 1510 این فعلا. اول یارم بزنم بخورم ازش. بزن تیر بزن. فشار. یه دست دیگه هم بریم. بسیار این دفعه تکی برم. اوکی. بچه خیلی برنامه دیگه دارم چون گیل زدم. الان اصلا تو این کاستوم های گیلدی هم بریم. بتمنم پس فردم حالا دیگه اسپویل نمیکنم، ولی قراره کاستوم گیلدی داشته باشیم. یعنی گیلد من با گیلد دوستم. البته ببینم خودش میاد یا نه. یعنی که السنا فراش ایوه. بس جدیدن بودن رو گوشت خیلی بهتر شد نسبت به قبل. یعنی یه اسنایپر میزنم. البته یه هفته پس اسنایپ درست نزدم، دارم گان میزنم، ولی بازم اسنایپر خیلی خوبه. من تعریف نمیکنم ولی خب کلا دارم. حالا اینکه شلیله ولی خب اوکی. بریم رانده بعد دیز بگیریم. لفت ای دهن سرویس. بچه ها مرسی که ویدیو دیدین. از روزهای آینده منتظر ویدیو خفن‌تر باشید. خداحافظ.